دایت میگیری dai minute dev Kurdistan dai minute dev Kurdistan اموی خلاص کین جبندستانه اموی خلاص کین جبندستانه گرونه گری او مشانه گرونه گرین او مشانه گر شهید بیم دایت میگیری گرت شهید بیم آنت میگیری خودی کریم بشیر میشاندی اسیری جوان بو من رجاندی تمن خودی کر بشیر میشاندی اسیری جوان بو من رجاندی دلی پیر بو من شوتاندی من حلال بکی دایت میگیری من حلال بکی آنت میگیری گرتی آزادی زندانی ده وک شیرکی بریندار گود قفص آخو هلنای جاره هیز داخو هات خو و گو سرهلدان جیانه بر خودان جیانه
دنگ خورتا خوشتی من هل دنگی کچین دلوبان دنگ خورتا خوشتی من هل دنگی کچین دلوبان هی سرهلدان برفدان سرهلدان جیانه هی هی برفدان جیانه چون ارمان جامعه روستان کاریمه هی پیش بچون ارمان جامعه کردستان لهید یامعه هی چاویم ویدری جامعه کردستان لهید یامعه هی چاویم ویدری جامعه سرهلدان برفدان سرهلدان جیانه هی هی برفدان جیانه کرش کارستانی خوانده بانج دبستانی دنگ کار کرش کارستانی خوانده بانج دبستانی دنگ پیش برگش قادتی دنگ شهید کورستانی دنگ پیش برگش قادتی دنگ شهید کورستانی سرهلدان برفدان سرهلدان جیانه هی هی برفدان جیانه سرهلدان جیانه 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 عمر آشنایی من و تو کوتاه‌تر از اون بود که حتی فرصت دیدنت رو پیدا کنم. همه چیز با خوندن تیتر یک خبر شروع شد. هشدار نسبت به افزایش خطر اجرای حکم اعدام یک زندانی سیاسی. و بعد من تو رو بیشتر شناختم. فهمیدم که اسمت احسان فتاحیانه. اهل شهرستان کامیاران و استان کرمانشاهی و 1 ساله که از دستگیریت میگذره. فهمیدم که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی کشور محاکمه شدی و رئیس شعبه اول دادگاه ضد انقلاب سنندج توی دادگاه اول تو رو به 10 سال حبس و تبعید به شهرستان رام هرمز محکوم کرده. در ادامه فهمیدم که دادستان جانی برای تو تقاضای تشدید مجازات کرده و گفته 10 سال حبس متناسب با شدت عمل ارتکابی نیست و بعد هم آخوندها شور کردن و بر اساس قوانین ضد انسانی خودشون حکم مجازات تو رو از حبس در تبعید به مجازات اعدام تبدیل کردند.